تمامی هستی خودم را انا برای همین مردم، برای همین سرزمین، برای همین دولت اجدادی، برای خوشبختی همین مردم، آبادی و پیشرفت همین مردم، باز هم در عرصه بین المللی برداشتنی انا همین دولت تاجیکان بخشیدم. عشق ما در چی؟ عشق ما در پول، عشق ما در ماشین، عشق ما در خانه و وی کردن. مهر و محبت انسانی نیست. اکا و دادری و اپا و خواهری پس شده ایستاده است. حتی فرزند پدری هم کاسته شده ایستاده است. یک کشاد بدن در کار، یک بریدن آن نان خاک باشد آبی خنک، چهره کشاد داشتن ما در کار. مردم تاجیک، خلق تاجیک از ازل مهمان نواز است، مهمان دوست است. زندگی مای شما در هیچ زمان، در هیچ حالت، هیچ وقت روح افتاده نشوید. نگوید که آن کس دارد من ندارم. حسب نبرید. صحت سلامت باشید. همه چیز به خدای تعالی میرسانتونه. زحمت کشید، محنت کنید، همه چیز میرسانتونه. همه چیز میرسانتونه. هیچی در دیگ و دسترخوانتان نباشد. شوهرتان با چهره کشاد از کار که برگشت پیشواز کنید. هیچی هم که نباشد. با مصلحت کار کنید. یک دیگر را صدقاً دوست دارید، مهربانی کنید. زبان پاکیزه داشته باشید. شما زن مادر هستید. مهربان باشید. همین باور میکنید زبان شیرین بیهوده نگفتن که حتی مار را از خانه خود بیرون میکنند. خدای تعالی فرمودن که از همه شخص نیکبخت آن است که خدمت به پدر و مادر میکند و دعای نیک پدر و مادر را میگیرد. رسالتش به درجه است که مرتبهش از طاعت عبادت، از زیارت خانه خدا، از روزه و نماز از همه بالاتر است. بالا میست. روزه و نماز کنی، طاعت عبادت کنی، خانه خدا زیارت کنی، لیکن پدر و مادر خودت مهربانی نکنی، دعای نیک نگیری، همه این چی هیچ است. اول خدا میگه بعد پدر و مادر هم نمیگه. پدر حکم قبله‌گاهی دارد. کجا میگه قبله‌گاه؟ یعنی پدر و مادر نمیشد، ما نبودیم، ما شما نبودیم. هیچ. برای همین هم فراموش کردن ما در کار نیست. نسل جوان امروزه باید پیش از همه شکرانه آن کنه که ما پدر و مادر به دنیا خلق کرده است و از همه برای انسان قیمت‌ترین و عزیزترین این پدر و مادر است. تا اکثر نگذرانی طبیعت انسانی همین است که با قدرش نمیرسید. بعد یکی میگذرد از دنیا دیگر میکنی سری دورش میره و که با تو صحبت نمیکنه، دیگر ظاهرش نمیبینی، افسوس میخوری که دیگر شیمانی میکنی که دیگر سود نداره. وقتی پدر و مادر من هم که گذشتن، وقتی بودم من فکر میکردم که اصلا پدر و مادر من از این دنیا نمیرد، دنیا اصلا زمان است، پدر و مادر من هم است. لیکن بعضا لحظه میرو نوازش پدر و مادر میگیرد که نیست، میروی جاشکاری. آن نوازش با سخنهای نیک و آن سخنهای بی نهایت نسبت به فرزند گرامی پدر و مادر یگان کس بود و هیچ پدر و مادر بدبختی فرزند را نمی‌کند. در ما بسیار نمونه‌های رسم‌های نیک داریم. این چیز را باید هیچ وقت فراموش نکنیم. یکی از نمونه‌های مردمی ما عزت احترام کلانساز، پدر و مادر، دولت داریم.
صدقاً دوست داریم. هر جایی که باشیم اتفاق باشیم، زبان شیرین داشته باشیم، با یکدیگر مهربان باشیم، دست یکدیگر را در تنهایی در روزهای سخت دست یکدیگر را گیریم. اگر مردم خلق این سیاست را دستگیری نکند، تنها یک رهبر دولت هیچ کار را انجام داده نمی‌تواند. من شکر میکنم که پای این قدر سال این خدمت تنها رهبر دولت نیست، این خدمت کلی مردم تاجیکستان از خرد تا بزرگی مردم تاجیکستان است که این سیاست را دستگیری کرده و این روز رسیده. من به شما احسن و آفرین یک جهان تشکر میگم، منتداری صمیمی خود را بیان میکنم. سلامت باشید. احسن، آفرین. حیات تیز میگذرد، شاد زندگی تیز میگذرد، مثل آب روان، آب دریا، همین قدر تیز میگذرد. خدای تعالی بنده را حفظ کرده است، آب داده است، زمین داده است، عقل داده است، نعمت‌های خدا داد. محنت کن، حرکت کن، از من برکت، زندگی ببین. خوزستان گرچند کوهستانی است، کم زمین است، میگیم بعضن ها مینالند، از این نالیدن در کار نیست. خدای تعالی ما را کوه هم داده است و از همه نعمت بی‌باهای خدا داد آب هم داده است. از یگان مشکلی ترسیدن ما در کار نیست. ترس خودش مرگ است. ما نمی ترسیم. این مشکلی ها را هم پس سر میکنیم، زحمت میکشیم، وطن ما را آباد میکنیم، صاحبی میکنیم، با کشورهای متمدن جهان برابر میکنیم و آبروی دولت تاجیکان را باز هم در سطح بین المللی بلند می‌آوریم. در جهان اسلام در وقت عید و جشن‌ها، عید سعید رمضان و عید قربان، تمام نمود محصولات ها را تا 40% ارزان میکنند که بیشتر ثواب گیرند، ثواب بیشتر گیرند. و در ما برعکس تاجرها و یای ما خدا میگه که هر چی زودتر جشن بگیر که عید سعید فطر و قربان بیاید و نرخ دارند، درآمدی بیشتر گیرند. اینا مسلمان صاحب دولت بودن، صاحب وطنی آزاد بودن، نه هر یک ملت را نصیب می‌گردد. ما خود با خود سوال کنیم که من چه خدمتی کردم برای آبادی پیشرفتی وطن عزیز خود، برای نسل‌های آینده خود، برای فرزندانم، برای نبیره‌هایم چه خدمت کردم که آنها آسایشته زندگی کنند، عمر به سر برند. دور اندیشه کردم مادران. ملت تاجیک، خلق تاجیک در سالهای 90 بدبختترین، سنگین‌ترین روزها را پس سر کردیم. انشالله این مشکل های پیش آمده را پس سر میکنیم. مادر چیزی عزیز است. وقتی هست پدر و مادر به قدرش نمیرسی. هست. من همین کردم، با بگم هیچی نکردم. برای چی؟ همه چی دستم ده بود. یکی مادر من نگاه کردن نتونستم، پدر من ساز نگاه کردن نتونستم. برای چی؟ حاضر میستم کودکام هم میگم، نبیرو ما نصیحت میکنم که شکرانه کنید. مرا نگاه نکنید، مادرتون نگاه کنید، دعا بگیرید، نگاه کنید. همین است. همه مادر دخل دارد. کلان شدیم پدر و مادر رو وای میکنیم. پیر شدی یک روز نیستندی بتونیم خبر میگیریم نه. دعای نیکی پدر و مادر رو گرفتن نکن. من 12 سال پدرم در بیستری در بیماری خانه نگاه بین کردم، مادر من نگاه میکرد. کلان حاضر چیزی گفتم من حیاتی بگم. از هیچ یک چی میکرد توقع بالای دسترخوان دا میمان، شکمی ما را سیر میکرد. بسیار زحمت کشیدن.
7 ятими аз акоҳо додарош мондагӣ тарбия кардан ба воя расондан хонадор кардан дар замони ҷанграфтагӣ меҳнат мекардам кор мекардам дар оилаам дар хоҷагиам кор мекардем то вақти чӣ доштанд барои ҳамин иззати эҳтироми падару модар бисёр бисёр муқаддам нарен ҳаҷ дар дари хонамон чо мерен ҳаҷ ҳар фарде ки дуои неки падару модара гирифта бошад ҳаҷаш қабул аст хизмати падару модар куҷо мерем инами бо мегӯям сини соли моам як ҷо қариб расид ҳеҷ гоҳ дар ҳеҷ ҳолат ҳамина фаромӯш накунед ҳар ман вақт надорам ман серкорам фарде ки модару падару дӯст медорад соатша меовад дидорбинӣ мекунад кӯмак мекунад дастгирӣ мекунад табобаташ мекунад ғамхориш мекунад мо фаромӯш накунем модар моро ҳаст карда ба дунё пайғамбарам модар ба дунё аз домони поки модар омадааст ба дунё ба ин қадар мартабаи пайғамбарӣ расидааст аз осмон начакидааст кардем тӯҳфаи ман бисёр бисёр зебо ва кардааст қариб асл айдоштан дасту панҷара бинед кор мекардам аз мардам бисёр бай кор кардагӣ сахт ҳеҷи дунё ягон чиз нагуфтааст ягон чизи на тангаву тиллову накош як чизи фақиронаи вай доштан суҳбат вай мекардам дуо медодам суҳбати ҳам хеле гап мезадам як академик аст ман маслиҳатҳо вай мекардам чамихел модар хуб аст сухане ки модар ба фарзанд мегӯяд на занат мегӯяд на духтарат мегӯяд на писарат мегӯяд на набера ягон каси дигар ба фарзанд 100 барои модарат бошад барои ӯ ту кӯдакӣ ту фарзанд ҳастӣ ҳамин ки суханои мегӯяд ман нашидам ӯ суханое ки ман аз модар шунидам мегӯяд барои минам нисбат ба падару модар бисёр бисёр агар падару модар намешид мо набудем дар дунё набудем саломат бошед